سلام با لایو 4 شنبه ها در خدمتتون هستم. قرار 4 شنبه هامون رو داریم و کی باورش میشه امروز دومین لایوه که ما داریم میریم و لایو صبح خیلی یهویی و خیلی تپینگی بود، با هم دیگه تپ کردیم. اگه ندیدینش سیوش کردم، خیلی تپینگ باحال و دلی شد، حتما برید و تپینگش رو انجام بدیم. اما خواستم قرار 4 شنبه هامون خراب نشه و اومدم که حالا که تپینگمون رو کردیم و خیالمون راحته یکم به سوالا برسم. سوالایی که توی استوری که کوشن باکس گذاشته بودم، مثل سوال خیلی تکرار میشه و اون سوالا رو در واقع جواب بدم. سلام به روی ماهتون، خوش اومدین. چه خوب که لایو صبح براتون اثر بخش بوده. مرسی باتفلای عزیز برای بج. مرسی خیلی قدردانم. مرسی از محبتتون، حمایتتون خیلی ارزشمنده. مهم این ایده، این فکر که انقدر از صمیم قلبتون این کار انجام میدین خیلی شیرینه. مرسی ازت. بریم سراغ سوالا و بعد من به رسم چهارشنبه‌ها که لایومون غیر رسمیه کافی من با خودم آوردم. با اجازه شما هم پاشین چایی کافی هر چی دارین بگیرین دستتون رو بیاین بشینین با هم دیگه کم معاشرت کنیم. من سوالا رو میپرسم و اگرم اینجا سوال داریم برای اینکه لابلای پیاما گمشون نکنم، توی کوشن باکس اگر بنویسید ممنون میشم. توی اون علامت سواله. نیکوی عزیز مرسی برای بج. مرسی. من واقعا نمیدونم چه جوری باید قدردان باشم ازتون. خیلی ممنونم، خیلی ارزشمند. احساساتی میشم از اینکه انقدر فکرتون بزرگه، انقدر فراوانین، انقدر بخشنده. ممنون ازتون. بریم سراغ سوالایی که دارم فعلا هست. و عزیز دلم، من چه خوبه که منچسترین. تو فکرم یه برنامه برای منچستر داشته باشیم، برای اینکه بتونیم یه فضای دوره همی تپینگی داشته باشیم و حتما این کارو میکنم. stay tuned. توی استوریا خبرشو میدم. یکم سرم خلوت‌تر شه. برنامه قرار با همی رو حتما دارم و به زودی اطلاع رسانیش میکنم. یه سوالی هست که چندین بار پرسیدین، این که همزمان با مدیتیشن میشه تپ کرد؟ آره میشه و خیلی هم باحاله و حتما این کار انجام بدیم. من خودم خیلی وقتا تپ که میکنم و میگم خیلی قشنگ ذهنم خالی شد و بعد میگم حالا مدیتیشن میچسبه و هر کس باید ببینه چی به حالش بیشتر میخوره. ولی در واقع آره خیلی راحت میتونین تپینگ و مدیتیشن رو با هم دیگه، حالا قبلش بعدش، هر کدوم اول، هر کدوم به حالتون میاد رو در واقع انجام بدین. یه سری سوالام هست، سوالایی هم که خب در ابتدا برای همه پیش میاد و یه خبر خوب بهتون بدم. یادتونه گفتم داریم یه دوره آماده میکنیم برای کسایی که میخوان شروع کنن تپینگ و مطمئن نیستن چطور انجامش بدن، چطور خودشون کار کنن و بچهای تیممون گفتن لایو میری اونجا همه ی قصه رو نگی یا بذار تا نوبتش بشه. حالا من انشالله تا آخر لایو همش رو انشالله شما هم زیاد سوال نپرسین در موردش که منم لو ندم، ولی به زودی توی 2 روز آینده دوره رو رونمایی میکنیم و از هر جای دنیا که هستیم میتونید توش شرکت بکنیم و در مورد بیسیک شروع کردن تپینگ رو به عنوان ابزار خودیاری برای خودتون استفاده کردن رو میخوایم توش کار کنیم. 3 روز دوره است، کلی قرار با هم وقت بگذرونیم و دیگه هیچی نگم الانه که تهش رو لو بدم. تا 2 روز آینده خبرش رو بهتون میدیم. بریم سراغ سوال بعدی. من و کلی از این سوالاتی که اینجاست و مفصل توی اون دوره اصلا در موردشون حرف میزنیم و اینکه چجوریه و چطور در واقع
خودتون برای خودتون تپ کنید. اینه که من آره دوره به صورت آنلاینه، در نتیجه از هر جایی که هستید میتونید در واقع تو شرکت بکنید و آره جزئیاتش رو به زودی توی پست بعدی در موردش میگه. گفتین که من تپ میکنم اما چیزی نمیگم یا اصلا یادم میره، اینطوری جواب میگیرم یا نه؟ ببین کلا این که تپ میکنی خودش اتفاق ویژه‌ایه برای شروع، ولی حتما اون جمله ها رو تمرین کنید و واردش بکنید، به خاطر اینکه بخش مهمی از قصه رو داره جلو میبره و من به تپینگ میگم یه ابزار 2 in 1. یعنی چی؟ یعنی 2 در 1. یعنی تو یه کار داری انجام میدی ولی قدرت 2-3 روش رو داری با هم استفاده میکنی. بنابراین وقتی میگی تو داری بخش روانی قصه رو پیش میبری، فشارهای روانی رو آزاد میکنی. وقتی تنها میکنی یه بخشش رو داری کار میکنی. حالا اگه میتونی با چند تا جمله 2 بخش رو کاور کنی، در نتیجه داری قدرتش رو چند برابر میکنی. خب چرا که نه؟ پس من توصیه میکنم که بگید جملات رو. اگه اولش سخته براتون جمله ساختن، هیچ اهمیتی در شروع نداره و میتونید از فایلایی که وجود داره استفاده بکنید که کارتون آسون بشه. ولی حالا مثلا یه جایی توی قطارین، تو اتوبوسین، نمیدونم حالا نمیشه جملات رو بگین، اوکیه، اونجا هم میتونید جملات رو نگید و توی دوره همین رو هم میگیم که چطور میشه جملات رو نگفت ولی همچنان اثر بخش انجامش داد. آیا میشه تپینگ رو خوابیده انجام بدیم؟ اکثرا این سوال پرسیده بودن، بعد الان تو پیامام دیدم پرسید میشه در حال پیاده روی رو انجام بدیم؟ آقا شما انجامش بده، هر جور دلت میخواد انجام، دراز کشیده، نیمه نشسته، خوابیده، در حال پیاده روی، هر جوری که دوست داری و هر جوری که برات شدنیه، فقط مهم اینه که انجامش بدی. دیگه از این آسون‌تر میخواین؟ هیچ قانون سختی نداره، هر جور دلت میخواد انجامش بده. بفهم این کافی. در مورد مسائل مالی هم جواب میده. ببین اینو تو همین دوره دوباره کامل بازش میکنیم، ولی هر آن چیزی که به سیستم انرژی و روان ما مربوطه کار میکنه. اگه من مسئله مالی جدی دارم، تلاش اگه نشستم تو خونه، نه ها، خب بله بشینیم تو خونه اشکالی نکنیم، حتما هممون مشکل مالی داریم، ولی اگر که در واقع دارم تلاشمو میکنم ولی همیشه مسئله مالی برای من مسئله است و من قشنگ مراجعه داشتم، من همیشه درآمد داشتم ولی هیچ وقت همیشه انگار پول ندارم، یه همچون سیستم و کیسی معنیش اینه که یه جایی مشکلی وجود داره، چرخ مسائل مالی نمیچرخه، انرژی درست نیست در مورد مسائل مالی. پس حالا هر آن چیزی که به مسائل روحی روانی و انرژی های ما مربوطه، شما میتونید با تپینگ روش کار بکنید. حالا میخواد مسئله مالی باشه، میخواد بیماری فیزیکی باشه. چرا؟ چون بیماری فیزیکی هم نوعی اختلال در سیستم انرژیه. این سوال بعدی یه دوستی گفته اون ضرب المثله که میگه بدم بمیرو بدم. ببین واقعا در مورد این که میگم هم راه برین، بشینین، بخوابین، تپ کنین، دقیقاً این تو ذهنم بود، فقط چون فکر کردم مؤدبانه نیست دیگه نگفتمش، ولی شما گفتین. واقعا همینطوره، شما هر جور که راحتی این کار بکن. در تپینگ آیا گریه کردن طبیعیه؟ کاملا طبیعیه، کاملا. یه توصیه اول بکنم، وارد مسائلی که خیلی اذیت کننده و دردناکه خودتون تنهایی نشید. یعنی اگه مثلا یه ترومایی دارین، یه تجربه سخت دارین، یه اتفاق سنگین رو تجربه کردین و حالا میخواین خودتون رو موضوع تپ کنین، به نظر من اصلا بهتون توصیه نکنم. ولی اگه نه، همین مثلا تپینگ امروز صبح رو که یه تپینگ باحال دلی بود رو در واقع انجام میدی و اشک در میاد، یا تپینگ های دیگر رو انجام میدی و اشک در میاد، هیچ اشکالی نداره و کاملا نشانه اینه که
داره فشارها ریلیس میشه. ببین من مدیتیشن هم که میکنم، خصوصا وقتی یه بازه زمانی مدیتیشن نکردم، چون من بیشتر تپینگ میکنم، ولی مثلا لابلاش چند تا در میون مدیتیشن هم میکنم. وقتی یه بازه میگذره و مدیتیشن نمی کنم، هر وقت مدیتیشن هم میکنم اشکم در میاد و این همش نشونه اینه که چقدر بهش احتیاج داشتی، چقدر داره فشار آزاد میشه. بنابراین اصلا نگران نباشید، تازه حالش هم ببرید. دیگه بچه ها از هفته قبل روم باز شد، بهتون گفتم من وقتی کافی دارم و کافیم گرم بمونه، سرد میشه دیگه دوست ندارم، اینه که کافی من بزنیم بخورم. من چند سال درد شونه دارم، آیا تپینگ خاصی در این زمینه دارین؟ اگه بخشای پزشکی رو پیش بردین، نمیدونم همه کارهایی که لازمه رو براش انجام میدین، تپینگ برای دردهای مزمن 2 تا داریم، 2 تاشون هم عالی هن. یکیشون تو یوتیوب، آره، یکی دیگرشون هم توی پادکستی که در مورد دردهای فیزیکی صحبت کردم، یه تپینگ باحال بعدشه، اونو انجام بدین، چند روز مرتب و هر دفعه مانیتور کنین و اگه دیدین که نتیجه‌ای که میخواین و هنوز نگرفتین، میتونین کمک بگیرین. در این حال یه چیزی هم خیلی رایجه، خیلی ها اولش که تجربه میکنن احساس میکنن درده بیشتر شد. نترسین. چیزی که ما همیشه میگیم ما در تپینگ دنبال تغییریم، دنبال شیفتیم. هر تغییری، هر شیفتی به معنای اینه که داره اتفاق میفته. بنابراین ما استقبال میکنیم. حتی اگه بالا میره، تو نترس، به تپ کردنت ادامه بده و بعد در ادامه میبینی که چه اتفاقی میفته. ببین خیلی در مورد جمله سازی پرسیدین. توی این دوره‌ای که قرار داشته باشیم من مفصل در مورد جمله سازی صحبت میکنم که تا کجاش ضروریه، تا کجاش واقعا ضروری نیست و نیازی نیست که خودتون در واقع خودتون رو اذیت کنید. یه سوال دیگه همش اینه، مثلا در مورد درد زانو چه جمله بگم، در مورد تیروئید چه جمله بگم. واقعیت اینه که اصلا مهم، یا یه سوال دیگه هم اینه، مثلا اگه من درد زانو دارم فقط باید به همین نقطه ها ضربه بزنم، مثلا نباید به زانو یا یه نقطه های مخصوصی ضربه بزنم. تمام پروتکل تپینگ همین 9 نقطه و نهایت حالا اون نقطه مچ دست که قبلا هم چند بار گفتم، این 9-10 تا نقطه است و نیازی نیست که در واقع نقطه های مشخصی رو برای مسئله مشخصی ضربه بزنید. شما همین 9 تا نقطه رو که ضربه میزنید دارین روی اختلالات سیستم انرژیتون کار میکنید و دست تمام شد. اصلا خودتون رو درگیر و اذیت نکنید. تپینگ هیچ عوارضی نداره. من باتری قلب دارم، هیچ عوارضی نداره. اگر برگردوندن بدن به سیستم نرمال و منوفکچر خودش، تنظیمات کارخانهش، اگر این میتونه عوارضی داشته باشه، آره. نه، شما فقط داری بدن رو به چی برمیگردی؟ به استیت سالم و نرمال خودش. شما مچ دست رو کم انجام میدین. چرا؟ چون مچ دست جزو نقاط اون سیکونس اصلی نیست، ولی جزو نقاط خوبه. بنابراین لازم نیست همیشه انجام بدین، ولی اگه شما دوست دارین میتونید انجامش بدین. خب بذار ببینم سوالای اینجا، فکر کنم بیشترشون رو گفتم. در مورد دوره خیلی پرسیدین که من توی لایوهای قبلی خیلی در مورد دوره گفتم، ولی دوره، ببخشید پیام برام اومد حواسم پرت شد. چی میگفتم؟ دوره، در مورد دوره پرکتیشنر اگه دوست دارین در موردش بیشتر بدونین، توی لایو هایی که 3 تا لایوی که پین کردم بالای صفحه، اونجا اونا رو برید گوش بدین. همینطور لایوی که پریروز دوشنبه با منای عزیز داشتم، اطلاعات کامل رو میتونید اونجا به دست بیارید.
ولی برای شروع بعد از دوره جامع تپینگ شروع کنیم. چند دقیقه باید تپینگ انجام بدیم. مثل اینه که بگین چند دقیقه ورزش کنیم. هرچی بیشتر ورزش کنید عضلاتتون بیشتر قوی میشه و زودتر قوی میشه، ولی متوسط. بنابراین میتونید از کم شروع کنید، از روزی 5 دقیقه، روزی 7 دقیقه، روزی 10 دقیقه شروع بکنید، ولی آروم آروم بیشترش کنید. هرچی بیشتر بشه، هرچی دارید شما انگار دارین ورزش ذهن انجام میدین، ورزش روان انجام میدین. برای اینکه دارین عضلات و ماهیچه‌های ذهنتون رو قوی میکنین، هرچه زمان بیشتر، سرعت بیشتر، نتیجه بیشتر. من خودم شخصا الان متوسط 45 دقیقه تا 1 ساعت روزانه تپ میکنم، ولی میدونم برای کسی که شروع میخواد بکنه شاید زیاده. هرچند که من اینجوری هم که خب باحاله، چرا زیاده؟ یه چیز باحال زیاد نیست. من خیلی از موقعا میگم کاش وقت داشتم اینم تپ میگم، کاش وقت داشتم، ولی واقعا برای خودم 1 ساعت رو دیگه واقعا انجامش میدم. 45 دقیقه تا 1 ساعت. میشه الان یه تپینگ داشته باشین در مورد دوست داشتن خودمون و قطع وابستگی عاطفی از دیگران. 2 تا تپینگ باحال برای این 2 تا موضوع داریم، عمیق و عالی. الان اومدم فقط یه سوال جواب بدم و زود بعد برم، ولی این 2 تا تپینگ رو دریابید، درخشانن. تپینگ دوست داشتن خود با تمرین آینه فوق‌العاده است. هم توی پادکست هست، هم توی یوتیوب هست، هم توی وبسایتمون هست، هر جا اراده کنید هستش. کافی اصلا سرچ کنین دوست داشتن خود لیلی بختیاری، میاد توی گوگل. یکی دیگه هم هست تپینگ وابستگی، یه لایو بوده که مثلا 2 سال پیش اینجوری 2-3 سال پیش انجامش دادم و فوق‌العاده است. تپینگش فوق‌العاده است. روزانه انجامش بدین. تپینگ وابستگی رو خیلی باش نتیجه گرفتم. کاش یادم بمونه استوریش کنم. کسایی که بهمون آسیب زدن موقعی که میبینمشون تپش قلب میگیرم، راه حل چیه؟ راه حل فوری، فوتی و اضطراری اینه: میبینیشون شروع کن به تپ کردن. اگه دیگران میبینن راحت نیستی که داری ضربه میزنی، ماچ دستتون ماساژ بده و به نفست تمرکز کن. برای این به صورت اورژانسیه، برای اینکه بتونی احساساتتو مدیریت کنی. ولی به طور کلی شاید راهش بخشیدن خودت باشه، شاید راهش پذیرش اون اتفاق باشه و فایل رنجش ها، کوله بار سنگین رنجش ها توی وبسایتمونه، میتونید تهیهش کنید از وبسایت. خیلی فایل خوبیه، خیلی فایل خوبیه، خودم خیلی دوستش دارم. فایل رنجش ها خیلی خوبه، فایل خشم های قدیمی خیلی خوبه، فایل آسیب های فایل انرژی منفی دیگران خیلی خوبه. مثلا اون آدمایی که وقتی باشون ارتباط میگیریم مجبوریم ارتباط بگیریم، مثلا رئیسمون، ولی به هم میریزیم توی ارتباط، اون فایل خیلی خوبه. توی سایت که برید اصلا کلا انقدر چیزای خوب پیدا میکنید که من هیچ وقت نمیکنم، یادم هم میره بیام تو استوریا بگم، یعنی یادآوری کنم، ولی تو سایت خودتون یه سرچ کنین، یه سر بزنین، کلی چیز هست. چطور برای هر موضوعی تپ کنیم؟ به نظر من برای شروع، برای هر موضوعی برید فایل مناسبش رو پیدا کنین. خوشحالم که با افتخار در مورد بیشتر موضوعا ما تا الان تپ کردیم و لایو داشتیم، فایل صوتی داریم، و برید و فایلش رو پیدا کنید و با اون به تپ کردنتون برای یه بازه زمانی ادامه بدیم. برای شروع این کار خوبه. حالا اگر موضوعی که هست موضوع خیلی حادیه، حالا اون موضوع رو میشه مثلا برید و براش مشاوره بگیرید. عزیزانی که میگید دایرکت دادم ندیدین، باور کنید نمیتونم، یعنی داریم تلاش میکنیم با ادمین و پشتیبان که برسیم، ولی واقعا نمیرسم بهشون. یعنی بعد میفهمم که اصلا از دستمون هم در میره از یه جایی، حتی اگه جواب میدیم بعد از دستمون در میره. واقعا پیام زیاده، منو ببخشید از این بابت، ولی سعیم دارم میکنم که با لایو با توی کامنت ها چیزایی که دستم کمتر در میره بتونم حداقل پاسخگو باشم. ولی اگر کاری هست، سوال مهمیه، میخواید مشاوره بگیرید، یه چیزیه که میخواید جوابش رو سریع بگیرید، خواهش میکنم به پشتیبان پیام بدین. خیلی ممنون میشم ازتون و منو ببخشید از این بابت.
من کارم فروش است و ترس از گفتگو دارم. خب این به خیلی چیزا وصله، واقعا نمیشه دم دیگه همچون موضوعی نظر مثلا نسخه پیچید یه چیزی که نمیدونیم قصه‌اش چیه، ولی میتونه به شدت به عزت نفس ربط داشته باشه. بنابراین دوره عزت نفس فوق‌العاده است. میتونه اگر نه فقط یه ترس در مورد این موضوع به خصوصه، فایل ترس از گفتگو در روابط فوق‌العاده است. روی وبسایتمون میتونین تهیه‌اش کنین. ولی خب باز واقعا این چیزی نیست که آدم بتونه فرمول بهش بده، باید بیشتر در موردش آدم بدونه. از اروپا چطور میتونیم دوره ها رو بخریم؟ از طریق پشتیبان. لینک پشتیبان توی بایوگرافی پیج هست. اگه به پشتیبان پیام بدین کامل راهنماییتون میکنه و همه چیزو براتون توضیح میده. ببین یه سوالی هم خیلی بذار اینم خوبه. حرفایی که موقع تپینگ میزنیم حتما باید بلند گفته بشه و به زبون بیاد، یا تو دلمونم بگیم اوکی؟ تو دلتونم بگین اوکیه، ولی believe me اگه بلند بگین خیلی حالش بیشتره، تاثیرش هم بیشتره به نظر من. یعنی اینو مطالعات نمیگن که اگه بلند بگی تاثیرش بیشتره، ولی واقعا تجربه شخصی وقتی بلند میگی و بهش صدا، اصلا معروفه بهش صدا دادنه، خیلی حال بهتریه، خیلی تاثیرش بیشتره. و یه تریک هم هست، یه کلک سوار کردن برای ذهنم هست. وقتی که داری بلند میگی احتمال اینکه حواست پرچیه یا بری توی دنیای دیگه، یاد اینکه مثلا 20 سال پیش فلانی چی بهم گفت، راستی ناهار چی درست کنم، از این چیزایی که ذهن میتراشه، هم خطرش کمتر میشه وقتی بلند میگیش. بنابراین من میگم باحالتر و اثرگذارتره وقتی که بلند میگی. آیا در دو طرف باید بدن انجام بشه یا یه طرف هم کافیه؟ هر جور شما حال میکنی، شما فقط انجام بده. هر جور حال میکنی، دو طرف، یه طرف، اینجوری، هر جور حال میکنی، هر جور به تو بیشتر جواب میده. بعضی هم میگن دو تایی میزنیم مثلا تاثیرش بیشتره، ولی واقعا اینجوری نیست. اما بعضی ها اینجوری براشون بهتر جواب میده، چون این مجراها تو دو طرف بدنمون در جریانه. شما هر دو طرف رو که بزنید، هر کدوم رو بزنید اوکیه. چطوری میتونم آموزش ببینم و مستر بشم؟ شروعش دوره پرکتیشنر، قدم بعدیش با همون از اول هم میتونید به پشتیبان پیام بدین. دوره پرکتیشنر رو باید بگذرونید. خیلی سریع و تونتون میگم، ولی اگه دوست دارید مسیرش رو کامل‌تر بدونید، توی هایلایت درباره من فکر کنم، هایلایت درباره من تمام مسیر رو توضیح دادم. قدم اول دوره پرکتیشنره، بعد مصاحبه قبول، دوره جامعه، بعد مصاحبه قبول شدنه. مصاحبه که قبول میشید وارد دوره پرکتیشنر سطح 1 و 2 میشید. خب بعد از سطح 1 و 2 باید حداقل 6 ماه تا 1 سال کار کنید. بعد وارد دوره سطح 3 میشید اگه خواستید. بعد از دوره سطح 3 دوباره باید یه بازه زمانی کار کنید و بعد ترینر میشید. کاملش رو توی هایلایت ها گفتم، ولی ترینر شدن چند سال زمان میبره. برای من نزدیک 4 سال و نیم فکر کنم زمان برد. تازه من از اونایی بودم که خیلی هم تندی بودم، یعنی خیلی کار میکردم. چون شما زمانی که میخوای مستر ترینر بشی سال باید یه 300 ساعت کار کنی، 300 ساعت کارآموزی داشته باشی و اون 300 ساعت میدونی چند وقت زمان میبره. من یه چیز حدود 2 سال درگیر اون 300 ساعت بودم. تازه خیلی فشرده کار میکردم. بعد از اون میشی NQT، یعنی Newly Qualified Trainer، یه ترینری که تازه ترینر شده. 1 سال باید Newly Qualified باشی. بعد از 1 سال ازت یعنی تو اون 1 سال باید یکی دو تا دوره رو آموزش بدی، دانشجو داشته باشی. بعد از اون دوباره ازت یه آزمون میگیرن. آزمون سختی نیست، ولی آزمون چک میکنن که در چه سطحی هستی. بعد از اون میشه مستر ترینر که قشنگ با هفخان رستم تفاوت زیادی نداره. برای همینه که من هر وقت میبینم تو سیستم فارسی و تحریف شده همه مستر شدن، همه استاد، نمیدونم ترینر،
نمیدونم مشاور و کوچ تپینگ. من اینجوری هم که 4 ستون بدنم میلرزه. چجوری اینجوری میشه؟ چجوری به این سرعت به این درجات رفیع میرسم؟ خلاصه یکم سوالات اینجا رو بخونم. کاش می نوشتید بچه ها توی قسمت کوئسشن ها، چون اینجا دستم در رفت. برای یائسگی زودرس خیلی کمک میشه به خانم‌ها اگه توضیح بده. اوکی ببین ما الان بذار اینو تو همه سوالات اینطوری رو توی دسته جواب بدم. پرسیدین برای عفونت خوبه، برای تنبلی تخمدان خوبه، برای یائسگی زودرس خوبه، برای زانو درد خوبه، برای سرطان خوبه، برای مشکل ژنتیکی خوبه. همه این سوالا رو هستن. جواب همه سوالا یکیه و من تو لایو قبلی گفتم بیاین دیگه به این سوال پاسخ ندیم. جواب همه سوالا اینه. ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که بله حتما جواب میده. اصلا نه حرفه‌ایه نه منطقیه. بدن آدم ها با هم دیگه متفاوته. دلیلی که این اتفاق براش افتاده متفاوته. یک، شما بخش پزشکی تو جلو میبری، درمان ها هر چیزی که هست رو جلو میبری، تپینگ رو به عنوان یک تپینگ، مدیتیشن، کارهای از این قبیل رو به عنوان یک مکمل در کنار روند درمانت شروع میکنی و انجامش میدی هر روز بدون انتظار نتیجه. یعنی خیلی ها میگم خب من 3 روز تپ کردم گردنم خوب نشد. خب الان یعنی میخوای انجامش ندی؟ ممکنه گردنت خوب نشه ولی تمام پنیکات، تمام اضطرابات، تمام دلدردهای عصبی، تمام مسائل دیگه از بین بره. So just do it. چرا دنبال تضمینین؟ آیا جواب میده؟ خب جواب نمیده. تو میخوای چیز به این خوبی رو رها کنی؟ میتونه تو بخشای دیگه زندگی تو رو از این رو به اون رو کنه. بنابراین حالا اینا رو گفتم، این چیزی که بچهای دانشجومون الان میدونن من دارم چی میگم، بهش میگیم دیسکلیمر. این یه چیزیه که تو باید بدونیش که بخش پزشکی تو جلو ببری، تلاش خودتو جلو ببری، کمک‌های خودتو انجام بدی، به بدنت کمک برسونی و اجازه بدی این بدن هیل کنه در کنار کارهای دیگه. خب ولی همه اینا رو گفتم، میخوام بهتون بگم من چندین کیس داشتم با یائسگی زودرس که اصلا برای این موضوع نیومدن مشاوره ها، نیومدن تپینگ ها، اصلا اومدن برای مثلا موضوع استرابشون، برای موضوع ترومایی که تو کودکی داشتن. خب ما رو مسئله کار کردیم و بعد برگشتن به سایکل. ولی این هیچ وقت من تضمین در موردش به هیچ کس نمیدم، نه در مورد این موضوع، در مورد هیچ بیماری دیگه. حتی اگه یک کسی بیاد بگه لیلی من درست بیماری تو رو داشتم، آیا من تضمینی خوب میشم؟ میگم نمیدونم. آیا تو حاضری 9 سال هر روز تپ کنی؟ آیا تو حاضری صبح 1 ساعت زودتر بیدار شی برای اینکه تو برنامه شلوغ زندگیت بتونی تپینگ رو از دست ندی و نگی سرم شلوغ بود تپ نکردم؟ اگه حاضری میتونی کلی اتفاق فوق‌العاده منتظرش باشی. من این کار رو برای خودم کردم و میکنم. خیلی ممنون. بذاریم آقای موتوری رد شد. اگه میتونید این کار رو برای خودتون بکنید و متعهد بشید، حتما نتیجه میگیرید. آیا موقع تپینگ هم باید مدل مدیتیشن بی حرکت بود؟ نه اوکیه. خیلی 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 راحت و فلکسیبله، منعطفه، همه جوره، همه جا میشه ازش استفاده کرد. ببخشید. برای مشاوره تپینگ در ایران چه کسی رو پیشنهاد میکنید؟ من یادم نره بعد از لایو لینک استوریا رو دنبال بکنین. من لینک دانشجوها و پرکتیشنر هایی که زیر نظر ما کار میکنن، کارشون حرفه‌ایه، سوپرویژن دارن و همه اینا رو لینکش رو میذارم که بهشون دسترسی پیدا کنین. چرا پشتیبان شما گفتم؟ چون من تو ایران هستم. ما برای ایران مشاوره نداریم متاسفانه، به خاطر اینکه من یه نفرم و اولا که خارج از ایران زندگی میکنم، مسائل ارزی وجود داره که دیگه خودتون خوب میدونیدش. ولی یه مسئله اینه که من
فقط یه روز، نهایت یه روز و نصف میتونم مشاوره داشته باشم و توی یه روز و نصف نهایت 6 تا مراجعه میشه جا داد. نهایت به خاطر که نمیخوام خیلی تا اینجا باشه، دوستم با کیفیت باشه، دوستم بتونم وقت بذارم و در حال حاضر فقط یه روز و نصف میتونم مشاوره داشته باشم و برای همین لاین ایران رو بستیم. غیر ممکنه برام، ولی در عوض من کلی دانشجو و پرکتیشنر با سواد و این کاره داریم که میتونم بهتون کمک کنم. لینکشو استوری میکنم. من کدوم کشورم؟ من انگلیس هستم. خب فکر کنم بیشتر سوالا رو جواب دادم. تو کوئسچن ها سوال هست. لحظه استرس و پنیک کدوم تپ به ما کمک میکنه؟ سوال خوبیه. تپینگ پنیک عالیه، اصلا مخصوص شرایط اضطراریه که پنیک اومده و نمیدونی باید چیکار کنی. خیلی خوبه. باز دوباره روی سایت هم ببخشید روی اینستاگرام هست، روی یوتیوب هم هست، اما ساده ترینش اینه برید روی یوتیوب، سردر پیج فایل پنیک رو گذاشتیم. اصلا دلیل اینکه تو هوم پیج وارد میشین پنیک پلی میشه، دلیلش اینه که خواستم در دسترس باشه که اگه یه کسی حالش بده فقط میخواد یوتیوب رو باز کنه در دسترسش باشه. یعنی واقعا بهش فکر کردم. ولی با این حال لینکش رو برای خودتون سیو بکنین و بذارید یه جایی که دم دسته در هنگام پنیک بدون فکر، چون وقتی آدم حالش بده تو حالت حمله اضطراب یا حمله پنیکه نمیتونه فکر کنه، جمله بگه، اصلا مغزش یاری نمیکنه تو اون موقعیت. این فایل مخصوص همین داستانه. من دارم سوالا رو میبینم، یا جواب دادم یا دوباره سوالای تکراریه که این خوب میشه، اون خوب میشه، این خوب میشه. امین. برای ازدواج چی تپینگ داریم؟ بستگی داره منظورت چیه. منظورت اینه که تپ کنی؟ منظورت اینه که تپ کنی حتما اون اتفاقی که تو میخوای بیفته که کلا نداریم. هر کی هم میگه یه مقدار زرد رنگ تپینگش، اینه که مراقب باشیم. ولی اگر که در مورد مسائل مربوط به رابطه و این هاست، اگه برید توی وبسایتم دسته روابط، آسیب‌های روابط رو ببینید، اونجا کلی فایل هست. مثلا فایل طرد شدگی درخشانه، خودش جلسه تراپیه. چقدر من امروز فایل معرفی کردم، یکی بعد بشه فقط لیست بنویسه. واقعا اینا موجودن، اینا هستن و اگه تازه با تپینگ آشنا شدیم ممکنه از اینا بیخبر باشیم. لایو ببخشید تپینگ طرد شدن 2 قسمت، 2 قلوه و فوق العاده است. تپینگ ورود به رابطه ممنوع که ذهنمون اجازه نمیده وارد رابطه بشیم، تپینگ صدمه عشق. تو دسته روابط اگه برین تپینگ‌های خیلی خوبی اونجا هست، بستگی داره مسئله‌تون چی باشه. لیلی کار اصلی چیه الان؟ من با اجازه شما کار اصلی مشاور هستم، تراپیست هستم و از نظر خودم اصلیش اینه که ترینرم و آدم‌ها رو ترین میکنم برای اینکه EFT پرکتیشنر، یعنی خودشون EFT پرکتیشنر بشن. ولی همشون رو الان در حال حاضر با هم انجام میدم، اما تمرکزم بیشتر روی ترینینگه. مثلا 2-3 روز در هفته دوره ترینینگ برگزار میکنم، ترینینگ EFT تخصصی. مهاجرت کردم، با دوری خانواده چه کار میتونم بکنم؟ متاسفم، میفهممتون، با تمام سلولام میفهممتون، ولی چه کار میتونیم بکنیم؟ هیچی. صبوری، تمرین صبوری. و امروز داشتم فکر میکردم یه بار توی لایو در مورد این حرف بزنیم، در مورد این که ما تصمیماتمون هزینه خودشو داره. هر تصمیمی هزینه خودشو داره. ما وقتی حالمون بده تو زندگیمون که حاضر نیستیم هزینه تصمیماتمون رو بدیم. یعنی که من امروز تصمیم گرفتم به خاطر اینکه هوای انگلیس خوبه، یه مثال ساده، هوای منچستر امروز خیلی خوبه و این یه چیز در سال رو هم رفته، شاید یه هفته 10 روز اینجوریه. من دوست داشتم این هوا رو از دست ندم، اومدم تو حیاط نشستم، از صبح
که لایو دیدین من لپتاپ و تمام وسایل کارم اینجاست، هی میرم داخل هی میام و همش در رفت آمدم، چون تو آفیس کلی راحتم، همه چیز دم دستمه، پریز برق هست، همه چیز هست، ولی صندلیم راحته، میزم بزرگه. ولی امروز تصمیمم این بوده که لذت هوا رو ببرم. در کنار لذت هوا قراره یه سری چیزها، یه سری راحتی های کار از توی آفیس رو از دست بدم. وقتی اینو میپذیرم از همینی که اینجا توشم کیف میکنم. این مثل یا توی یه چیزی شاید براتون جالب باشه، توی انگلیس اگه یه چیزی برای لحظاتی ثابت بمونه میتونه تار عنکبوت ببنده و من هر لحظه موام میخوره به بدنم، احساس میکنم که الان یه عنکبوت رو من تار بست. واقعا این اتفاق افتاده. مثلا یه مثلا نیم ساعت یه جا ثابت نشستم، قشنگ متوجه شدم که داره از مثلا لیوانم به من یه تار عنکبوت بسته میشه. و خب این هزینه اینه که من انتخاب کردم بیرون بشینم و امروز از بیرون کار کنم، از توی حیات. خب بنابراین ما باید بتونیم برای تصمیمامون هزینه هاشو بدیم. اگه مهاجرت میکنیم خیلی سخته و من همیشه میگم من شخصا هیچ وقت عادت نکردم به مهاجرت. همه میگن یادت میره، نمیدونم یادت میره کلمه خوبم، عادت میکنی، نمیدونم یاد میگیری با دلتنگی چی کار کنی. من همه اینا رو یاد گرفتم ولی عادت نکردم. من هیچ وقت عادت نکردم به مهاجرت، ولی حالم خوبه باش، دارم ازش بهره میبرم. چرا؟ چون وقتی انتخاب کردم مهاجرت رو مجبورم یه سری چیزا رو بذارم زمین و یه سری چیزا رو بردارم. همونقدر که وقتی ایرانیم پیش خانواده ایم یه سری چیزا رو از مزایای اینجا رو میذاریم زمین و یه سری چیزای دیگر رو بلند میکنیم. بنابراین و وقتی ما اینو میپذیریم که هر تصمیمی هزینه خودشو داره، موقعیتی که توشیم برامون آسون تر میشه. معنیش این نیست که دردش کم میشه، دلتنگیش کم میشه، یه وقتایی میاد خرخرت رو میگیره تمام میشه. نه، ممکنه تا همیشه باشه، ولی اینکه ما تصمیمامون رو بتونیم اینجوری بهش فکر کنیم. بفرمایید. دوست از اون میگه من 30 سال مهاجرت کردم تنها و هنوزم عادت نکردم. دقیقاً همینه. برای خیلی اینجوری نیست. بعضیا واقعا کشور مقصد و به عنوان واقعا خونه میپذیرن. هرچند برای منم دیگه اینجا خونه است، یه حس خونه برام داره، ولی میخوام بگم که اینا باش میاد و مهاجرت یه پکیجه. مهاجرت واقعا یه پکیجه، همونطور که ازدواج یه پکیجه، همونطور که تحصیل یه پکیجه و نمیشه یه پکیج رو سوا کنی، نمیشه خوباش رو برده همه چیز خوباش با هم، نمیشه، غیر ممکنه. تو ممکنه بری یه شهری که همه چیزش عالیه ولی هواش خیلی بد باشه، ممکنه بری یه شهری که هواش خیلی دلخواهه ولی خیلی چیزا از تو دوره، دوستش نداری. خب باید تو وزنه یه سبک سنگین بکنی و ببینی کدومش برای تو مهمتره. یه کسی میگه من مهاجرت رو به جون میخرم ولی نمیتونم فلان چیز رو تحمل کنم. یه کسی میگه من دوری خانواده‌ام رو تحت هیچ شرایطی به جون نمیخرم و این انتخابه. ولی یه اتفاق بعدی که میفته ما میگیم نه من نمیتونم از خانواده‌ام دور شم، مهاجرت نمیکنم، ولی همش دارم قور میزنم، حالم بد. بعد از اون ور میگیم که من مهاجرت میخوام بکنم ولی نه حوصله زبان دارم، نه نمیدونم حوصله فرهنگ جدید یاد گرفتن دارم. خب نمیشه، اصلا راه نداره، پکیج با هم میاد. خلاصه اصلا چی شد ما رسیدیم به اینجا؟ همه چی هست و بهترین اینجایی که من هستم و همه چی دارم ولی دوری و تنهاییم. من همیشه به دوستام که مهاجرت میکنم میگم welcome to the club، به جمعمون خوش اومدی، به کلاب مهاجرا خوش اومدی. that's it. اینجوریه و
شاید یه راهش اینه که تپ کنی. من خیلی تپ کردم. یه تپینگی دارم قبل از نوروز انجام دادم. یکی از چیزایی که من بهش عادت نکردم، همیشه قبل نوروز دلتنگیم ضرب در چند میشه. هیچ وقتم بهتر شدم، خداییش بی انصافی بگم هیچ وقت خوب نشد، ولی بهتر شدم. امسال قبل از نوروز اومدم و براش یه تپینگ ساختم و لایو بود و در مورد این موضوع تپ کردیم. برید اون تپینگ رو انجام بدین هر موقع که دلتنگین و خیلی کمک میکنه. خیلی من تپ کردن خیلی بهم کمک کرد تا تو مهاجرتم عاقبت جا افتادم، چون خیلی دیر جزو اونایی بودم که ببین تو حیاط نشستم هر لحظه احساس میکنم یا یه چیزی داره تار عنکبوت میبنده یا جونور داره. من جز اونایی بودم که خیلی دیر عادت کردم و یعنی خیلی دیر پذیرفتم مهاجرتمو و تپینگ خیلی بهم کمک کرد، خیلی. بنابراین میتونی تپ کنی و میفهممت با تمام قلبم، با تمام سلولام، ولی اگه بخوام صادق باشم، یعنی دوست دارم صادق باشم، دوست دارم چیزی بگم که واقعیه، نه چیزی که تپ کن همه یه دلتنگیت از بین میره. نه، نمیره. یه وقتایی مدیریت میشه، ولی میدونی یاد میگیری چجوری مدیریتش کنی. همین. خب ما لایو پرسش و پاسخمون تبدیل شد یهو به لایو واقعا معاشرت و درد و دل و این صحبت ها، ولی امیدوارم که برای هر کسی که این سوال رو پرسید براش یه نور روشن کنه و یه آرامش و احساس بهتری بهش بده. عزیز دلم، قربونتون برم، خوشحالم که تپید. ببین واقعا چیز بود، عنکبوت بود، یه بیبی عنکبوت بود. خدایا خوشحالم که تپینگ میکنید و بهتون کمک میکنه. از انگیزه هم برامون بگو. دوست داریم بهتون بگم انگیزه هامو از کجا میارم. من اصلا میگم انگیزه چیه؟ انگیزه نداریم. فکر کنم مل رابینز میگه motivation is garbage. انگیزه آتاشقاله. منم خودم باورم اینه که انگیزه نیاز نداریم. من یه کاری دارم، یه رویایی دارم، باید انجامش بدم. That's it. تمام شد. اصلا انگیزه نمیخواد. انگیزه چیه؟ انگیزه سر کارمون گذاشتن. انگیزه یه روز هست یه روز نیست. تا وقتی یه کاری رو میخوای شروع کنی انقدر بالا و پایین داره، انقدر داستان داره. اگه بخوای با انگیزه جلو بری هفته اول متوقف میشی. و من همیشه به خودم میگم من یه رویایی دارم، باید محققش کنم. خدا نگهدار. یه روز انگیزه دارم، یه روز حالم بده، یه روز خوبم، یه روز پر از عشقم نسبت به هدف، یه روز میگم که چه گرفتاری بود، بی‌نفع زندگیمونو میکردیم. ولی در نهایت در همه اون روزها به کارم ادامه میدم و همین دیگه. یه عزیزم هلندم بیاین. چشم، هلند تا حالا نرفتم، حتما چشم هلندم بیاین. تپ کردن برای چند دقیقه جواب میده یعنی چی؟ منظور اینه که بعد از چند دقیقه جواب میده؟ اینم سوال خوبیه. تپ کردن از لحظه‌ای که شروع میکنیم کارمونو، جوابشو شروع میکنه، اونم کارشو شروع میکنه توی بدن از همون لحظه اول. ولی خیلی وقتا ما متوجهش نمیشیم چون حجم مسائلمون زیاده. یه مثال تکراری که قبلا هم زدم ولی دوباره بذار بگم، مثل اینه که تو یه کامیونی رو که 2 تن آجر توشه رو قرار خالی کنی. آیا اگه 10 تا آجر خالی کنی از حجم و سنگینیش متوجه میشی که کم شده؟ نه، ولی تو داری به هر حال 10 دونه آجر خالی شده، به هر حال از سنگینی به اندازه 10 تا آجر کاسته شده. ولی چون ما 2 تن رو داریم مقایسه میکنیم متوجهش نمیشیم. ولی در مورد تپینگ و مسائلمون هم همینطوره. ما مسائلمون که یه عمر به دوش کشیدیم مثل یه کامیون 2 تنی آجر روی شونه هامونه، روی قلبمونه، روی بدنمونه. حالا تو یه روز تپ میکنیم یه عنکبوت دیگه. شما
یه روز تپ میکنی و بعد 3 تا آجر رو انداختی بیرون اصلا متوجه نمیشی حالا چه 2 تن چه 2 تن و 3 آجر چه فرقی میکنه. ولی وقتی تو بهش ادامه میدی یه دفعه روز 10 روز 5 یهو میگه اوه مای گاد چقدر من سبکترم. بنابراین ولی جواب اینه که از لحظه‌ای که شروع میکنی توی بدنت کارش آغاز میشه. گروهی دارین که پیششون بریم گروهی تپ کنیم؟ نه، یه 2 گروه باحال داشتیم بعد از کووید و اینا دیگه هیچ وقت به گروه برنگشتیم، شدیم آنلاین، ولی قراره که این کار رو انجام بدیم. یه گروه داریم با بچه‌های دوره جامعه، ولی گروه تلگرامیه، اما گروه حضوری تو منچستر داشتیم و بعد از کووید دیگه برقرارش نکردیم، اما خیلی دوست دارم وقت کنم و دوباره شروعش کنم. برای کنترل خشم تپ کردم و آروم شدم، ولی چند ساعت بعدش عصبانی تر شدم. ممکنه اولش اینجوری باشه، آره، به خاطر که حجمش زیاده. تو بهش مداومت کن، تپینگای دیگر رو مداومت کن. آره نرماله. بازم دوباره همون مثال 2 تن آجر رو به یاد بیار، برات مکسنس میکنه که اوکی پس به خاطر اینه، ولی بهش ادامه بده و ناامید نشو. تورنتو هم بیام، چقدر باحال. حتما تورنتو یکی از جاییه که خیلی دوست داشتم. توی پارسال درست همین موقع داشتم آماده میشدم چمدون میبستم برم تورنتو و آره تورنتو رو خیلی دوست دارم. چرا که نه، به زودی انشالله. ببین شیما چه حرف خوبی میزنه، میگه روزای اول تپینگ اینه و انجام میدادم، سختم بود، الان شوقشو دارم. دقیقاً تو اگه مزهشو بچشی دیگه اصلا نمیتونی بذاریش کنار. من تپینگی که یاد گرفتم یه جمله بود و مدام همون یه جمله تکرار میشد، اما چندین جمله متفاوت شما میگید. آیا اینا با هم فرق میکنه؟ من نمیدونم چطوری و کجا و از چه منبعی انجام دادیم، بنابراین نمیتونم نظری بدم، ولی بعضی از تپینگ‌ها بعضی وقتا میشه فقط یه جمله تکراری رو بگیم. خیلی ملاک نیست این موضوع. تپینگ برای سرطان خوبه؟ نمیدونم، حتما خوبه، ولی چه اندازه‌شو نمیدونم. تپینگ برای بیماری خود ایمن خوبه؟ حتما خوبه، ولی چه اندازه‌شو نمیدونم. این سوالو چندین بار تا الان جواب دادم. فقط انجامش بدیم. برای ترک سیگار فوق‌العاده است. من تپینگ آینه رو انجام دادم 21 روز. بهتون افتخار میکنم. دمتون گرم. بچه الان همسایه‌مون یهو متوجه شدم اومد پنجره رو بس. فکر کنم که دیگه یواش یواش صدای یه کسی که داره به یه زبون دیگه حرف میزنه رفت رو اعصابش. anyways بریم که تپینگمون رو بریم که لایومون رو، اینقدر من در روز دارم در مورد تپینگ حرف میزنم، بریم. قربونتون برم، خودتون ماهید که دارید تپ میکنید. رفتم رانندگی، به خودم میرسم، شاد شدم. دمتون گرم. من مخلصتونم که اینقدر به خودتون میرسین، اینقدر مراقب خودتون، اینقدر بر خودتون وقت میذارین. دمتون گرم. برای ترک چای هم جواب میده. آره جواب میده. برای جالب ما یه درسی یکی از سرفصل‌های دوره پرکتیشنرمون کار کردن روی ولع به خوراکیاست و بعد بچه‌ها چیزایی که اذیتشون میکنه، یعنی بهش اعتیاد دارن نمیتونن کنار بذارن، خوراکی‌های مختلف رو میارن و من اونجا در نقش یک آدم بی‌رحم خیلی شوخی و خنده یهو میبینی آخر دوره بچه‌ها میگن من فلان چیزو دیگه نمیخورم. هیچ وقت یادم نمیره یکی از بچه‌های کلاسمون خیلی بامزه، به فکر کنم موضوعش لواشک و اینا بود، یادم نمیاد چی بود موضوعش، ولی مثلا زیاد مصرف میکرد اون چیزو. بعد تپ کردیم و بعد اولش هم گفت نه اصلا هم تأثیری نداشت، نه اصلا، ولی خیلی باحال بود. بعدن که واقعا میلش کم شد
بهم گفت لیلی کاری که تو با ما کردی یزید با امام حسین نکرد، این چه بلایی بود سر من بردی. من فکر نمی‌کردم واقعا قراره که از بین بره و واقعا از بین رفت. بچه‌ها تو دوره پرکتیشنر اینو وقتی می‌خوایم کار کنیم که تدریسش کنیم رو خود بچه‌ها کار می‌کنیم و خیلی نتایجش باحال و بامزه است. ولی خب حالا اینم بگم این برای همه یکسان نیست. یعنی میزان مثلا اگه سیگاره، اگه مواد، اگه الکله، اینا اعتیادهای جدی تری هستن مثلا در مقایسه با اعتیاد به چای یا اعتیاد به مثلا لواشک. خب اینا موضوعات مهمتری هستن، جدی تری هستن. بنابراین واقعا نمیشه نظر قطعی داد، ولی نتایج رو بخوایم بگیم، مطالعات رو بخوایم بگیم، بله فراوان. من خودم الان عملا به هیچ چیزی اعتیاد ندارم. خیلی مثلا چای دوست دارم، قهوه دوست دارم، خیلی چیزها رو دوست دارم. بستنی خیلی یکی از اعتیادهای من بود قدیما، حتی روشون هم تب نکردم، ولی در روند تب کردن زیاد خود به خود این قصه برای من از بین رفت. برای همین ممکنه بگید خب من چیکار کنم، من چطوری سیگار ترک کنم؟ من میگم تو تب کردن تو شروع بکن رو مسائل روزمره، روی استرابات، روی نگرانیات. خیلی وقتا ما اعتیادمون به خاطر اینی که اعتیاد یه آرامش روانی به ما میده، یه احساس خوب و امنیت بهمون میده. حالا اگه تو بیای رو احساس استرابت کار کنی، خب خود به خود خوب میشه اون اعتیاده. من خودم شخصا روی هیچ موضوعی، روی هیچ ولعی تب نکردم جداگونه، ولی به خودی خود از بین رفتن و من اصلا میل ندارم. من هیچ وقت به خودم نه نمیگم در مورد چیزایی که دوست دارم و میگم نه اوکیه، ولی اصلا خودشون از بین رفتن و همین دیگه. خلاصه اینم از این لایومون طول کشید. شما در روز چند بار تب میکنید؟ من راستشو بخواین صبح یه بار تب میکنم، به خاطر اینکه وقت نمیکنم در طول روز و میدونم از دستم در میره دیگه. وقتی سر کارم صبح قبل از اینکه برم سر کار 45 دقیقه تا یه ساعت تب میکنم. ولی پیشم اومده که مثلا احساس استرس داشتم، مثلا فکرم درگیر بوده، فشار کاریم زیاد بوده، در طول روزم دوباره تب کردم، قبل خوابم تب کردم. ولی معمولا من صبح انجام میدم چون میخوام روزم روز بهتری باشه. در مورد لاغری، تپینگ مخصوص لاغری نداریم. کاش که من وقت کنم یه دوره براش بسازم. خیلی وقت دلم میخواد یه دوره مخصوص تناسب اندام و لاغری بسازم، ولی واقعا وقت نکردم. از اون کارهایی که خیلی وقت تو ذهنمه. اما یه چیز داریم، یه فایل صوتی داریم در مورد ولع به خوراکی ها. اونم خوبه، حالا مخصوص لاغری نیست ولی کمک میکنه مثلا اگه یه ولع خاصی دارین رو بذارید کنار. تپینگ صبح عالی بود، خدا رو شکر. من بعد از تپینگ لیاقت غم زیاد رو تجربه کردم. حق دارین. اگه توی اون تپینگ فهمیدین که چقدر خودتون رو نالایق یا کم لیاقت دیدین، حق دارین که غم داشته باشین، ولی این غم رو تب میکنین، رها میشه و بعد آروم آروم با انجامش حالتون خوب میشه. من قربونتون برم که انقدر سوال دارین. به زودی زود دوره رو برگزار میکنیم، از نزدیک میبینمتون و از نزدیک با هم دیگه حرف بزنیم، ماچ به کلتون و مراقب خودتون باشین. روز باحالی داشته باشید. شارژ موبایلم 7% تا خاموش نشدم برم. مراقب خودتون باشین. دوستتون دارم خیلی زیاد و خداحافظ.